اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. این روایتی که داشت که اذا شهده، اینجا ما آقایون یه جا دیگه هم براش پیدا کردن که باز گفتیم مال موسی بن جعفره و شیخ انصاری علیه الرحمه نسبت به امام صادق داده. بله، اینجا روضه کافی طبع جدید صفحه 147 روایت 125 سهل بن زیاد عن یحیی بن المبارک عن عبدالله بن جبله عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن الاول علیه السلام، که در روضه کافی هم گفتیم مال موسی بن جعفره، اینجا هم باز در روضه کافی هم از ابی الحسن اول همون موسی بن جعفره و راوی هم محمد بن فضیله، نه محمد بن فضل و ابی بصیر. قال قلت لرجل الرجل من اخوانی یبلغنی عنه الشیء الذی اکرهه فاسأله عن ذلك فینکر ذلك. میگن فلانی پشت سر تو چنین حرف زده، بهش میگه دروغ میگه. وقد اخبرنی عنه قوم ثقات فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک تا آخر. که پس این روایت مال موسی بن جعفر است، نه مال امام صادق. حالا از این گذشت، اینجا صحبت سر سوء ظن بود، برای که ما از اسرار و باطن اشخاص خبر نداریم. بسا این شخص کاری که انجام میده که به ذهن ما جور نمیاد، نکته های درش هست، دلایلی هست که اوی کار رو انجام داده. ما باید حمله به صحت بکنیم، نه حمله به فساد، مگر اینکه حجتی برخلاف باشه. حالا اونی که حجت عقلا و شرعا، او یقین، که شرعا هم نباید گفت، عقلا، عقل یقین را حجت میدونه و کاشف از واقع میدونه. شرعا یقین اشخاص حجت کرد. علاوه بر یقین در شرع اگر بیانه‌ای بر چیز قائم بشه، بیانه در دو تا شاهد هست. این هم در همه چیزا نه، بعضی چیزا هست که 4 تا شاهد میخواد، مثل این که مثلا خدا نکرده نسبت زنا یا مثلا لواط بخوای به کسی بدی، در زنا و لواط و سحق و قیاده و اینها 4 تا شاهد میخواد. اما معمولا بیانه که یعنی 2 تا شاهد عادل باشه، حجت شرعا. اون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشد انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، به قسم ها و بینه. پس 2 تا شاهد عادلی باشه در غیر از امور جنسی، حجت شرع. اما اگه یه عادل باشه، در باب حجیت خبر آقایون خوندی، اونجا ادله رو که اقامه میکنن بر حجیت خبر، مراد یعنی خبر واحد ثقه است. اون وقت بعضی خواستن بگن اگه بنا بشه خبر عادل واحد ثقه در احکام کلی شرع حجت باشه، در موضوعات به طریق نباید حجت باشه. وقتی که یه حکم کلی شرع میشه به خبر واحد ثابت کنی، اون وقت اگه یه موضوعی که مثلا فرض بگیرید زید گفته این مال فلانیه، یه چیز جزئی، اینجا بگیم مثلا خبر واحد حجت نیست، این وقت زور میاره. و بعضی از روایات هم ازش عدلون داره که اگه شهد عدلون، که ظاهرش میشه پس خبر عادل واحد هم حجت. اما خیلی ها میگن نه،
چون در باب قضاوت اونجا مخصوصا گفته بیینه و بیینه یعنی 2 شاهد عادل. خب پس بنابراین من میشه یکی فایده نداره. حالا این فرمایش ایشون اینجور رو این فرضه که ما بگیم اونی که حجت شرعی است علاوه بر یقین این حجت تعبدیه از ناحیه شارع بیینه حجت قرار داده شده 2 شاهدان. حالا اگر یه عادل اومد شهادت داد، خب رو فرض این که بگویم بایستی 2 باشه، یکی حجت نیست. حالا یه عادلی اومد گفت فلانی فلان کارو کرد یا علیه شما چیزی گفت، اینجا ما چه کنیم؟ اگه یقین داشتیم میتونستیم بر طبق یقینمون عمل. حجت شرعی همه بود، بیانه بود، میشد عمل. اما یه نفر عادل که گفته هم دائره بین محظورینه. بخوایم بگیم این عادل بی خود میگه ردش کنیم، خب تکذیب عادله. معناش این است یعنی این عادل خدا نکرده یا دروغ میگه یا حسادت داره، بالاخره اینا این مشکل. بخوایم من بر طبق قولش عمل کنیم، این لازمش این است که اون شخصی رو که این میگه به تو فوش داد مثلا علیه او مثلا ما بگیم بله پس به ما فوش داده، حکم یقین رو داره، اینجا گیر میکنیم. هم داره بین محظورینه. خبر عادل اگه باشه اگر قبول کنیم حرفش را علیه اون مخبر و عنه، اگر رد کنیم معنیش یعنی این دروغ میگه. چیکار کنیم؟ اینجا میگه ایشون بین بین عمل. حالا که یه عادل اومده است گفته فلانی فلان چیزو علیه تو گفت، اینجا نه بگو راست میگه نه بگو دروغ میگه، نه تکذیبش بکن و بگو انشاءالله حالا سهو کرده اشتباه کرده، مثلا یه توجیه هایی برای کاری بکن و بالاخره اون مخبرمن که گفته است که مخبران که گفته است فلان فلون کارو کرد، اونم تو ترتیب اثر نده، مگر اینکه یا یقین میکردیم یا بیانه شرعیه که حجت باشه. خلاصه رو فرض این که عادل واحد رو خواستن در موضوعات حجت ندونن. حالا که یه عادل واحد شهادت داده که فلانی علیه تو چیزی گفت، من اینجا دورانم بین محظورینه، جمعش به این است که بگم انشاءالله این عادل اشتباه کرده سهو کرده و بالاخره نه عادل رو تکذیبش کنم که بگم این دروغ میگه، نه اینکه خبرش رو که بگم اون مثلا اون شخص این کار رو انجام داده اونم تصدیق هم نکنم، بلکه همینطور بین این خلاصه بین دوتا صبر کن ترتیب اثر نده. خلاصه میگه ولو اخبرک عدل واحد به سوء من مسلم. عرض کردم اینا رو فرضی است که عادل واحد و حجت ندونیم و الا بعضی ها میگن وقتی که خبر واحد در کلیات و احکام حجته، در موضوعات به طریق اولا حجته و از بعضی روایت هم استفاده میشه دید. اما حالا رو فرضی که حجت نباشه ولو اخبرک عدل واحد به سوء من مسلم، کفر مسلمانی این کارو کرده، وجب علیک ان تتوقف فی اخباره، توقف بکنی، نه بگوی راست میگه نه بگوی دروغ میگه، توقف کن در اخبار این شخص من غیر تصدیق ولا تکذیب، نه تصدیق کن حرفش را. اگه 2 بودن ما میگفتیم حکم یقین رو داشت میتونستیم ترتیب اثر بدیم، اما یکی که هست نه تصدیق کن، از اون طرف تکذیبش هم نکن. از روز کذبته
اگه بگوی دروغ میگه، خب معنیش نیست یعنی مسلمانی رو تو عملش رو حمله بر دروغ کرده، این خلافه. بله. از لو کذبته، اگه تکذیب کنی این عادل را، لکنت خائنا علی هذا العدل، خیانت بر این شخص عادل کرده. چرا؟ از ظننت به الکذب، گمون کذب کرده نسبت به این. ما گفتیم حمله به صحت کن. و ذالک ایضا من سوء الظن، همین که شما که آدمو کاذب بدونی یه سوء ظنه. فترد و شهادت هم بر کذا و کذا، اگه بگوی نه شاید این دشمنه، حسوده، اینا دیگه بدتر، برای که معنای نسبت‌های ناروا به شخص مسلمان میده. بله. و کذا ان ظننت به العداوه، اگه این عادل رو گمون بکن که این دشمنی داره، یا حسد داره یا مقت، دشمنه به اون طرف، لتتطرق لاجل تهمه، تا میخوایی برای اینکه تهمت راه پیدا کن نسبت به آدم، شهادتش هم رد کنی و تو حد و شهادتش رد بشه و اینا درست نیست. پس بنابراین نمیشه تکذیبش کرد، نمیشه تصدیقش کرد، برای اینکه معنیش نیست یعنی اون مخبرو به که میگه فلان علیه تو چیزی رو گفت او درست باشه. بله؟ لتتطرق لاجل تهمه، نه لتتطرق لاجل تهمه، تا اینکه رحمت را پیدا کنه، فترد و شهادت بشه. یا لتتطرق ممکنه ماضی باشه، لتتطرق لاجل تهمت بالاخره اینجا راه پیدا میکنه، فترد و شهادت. ولو صدقته، ای بخوای عادل واحد رو تصدیق کنی، لکنت خائنا علی المسلم المخبر عنه، خائن بر او آدم هستی، خیانت کرده، برای که به عادل واحد میخوای یه هر چیز رو علیه غیر ثابت کنی. از ظننت به سو، برای که به او شخص ظن سو پیدا کرده، با اینکه احتمال دادی آدم عادل اشتباه کرده باشد، شاید حمله به صحت کن، ما احتمال کون عدل مخبر ساهیا سهو کرده، یا هم برش مشتبه شده، او التباس الامر علیه، به حیث لا یکون در اخبارش به خلاف الواقع آثما و فاسقا. نمیگویم این خلاف واقع کنه، آثم و گناهکاره، اشتباه شده برش سهو کرده، بالاخره این کاری هم کاری اینو توجیه کن، هم کاری اونو میگه که به حیث التباس الامر علیه، هم برش مشتبه شده، به حیث لا یکون در اخبارش به خلاف واقع آثما و فاسقا، گناهکار و فاسق باشه. و به جمله نه به این سوء ظن پیدا کن، نه به اون سوء ظن پیدا کن، همطور بیزا باشه. بله. میگه که و به جمله لا ینبغی ان تحسن الظن بالواحد، حسن ظن به یکی پیدا کنی و تسیء بالآخر، فتذکر المذکور حاله علی ما کان فی السطر والحجاب. میگه پس اونی که ذکر شده است، این بابا یه چیزی گفته، اونو ذکرش بکن بر اون چه در سطر و حجاب بوده، یعنی نبگو این میگه راست میگه، نبگو اگه میخوای بگو یه کسی میگفت مثلا و همچین مذکور را ذکر کنی به طوری که لا یکونو، این خلاصه در سطر و حجاب بیزاری، نه و آشکارش نکنی. از لم ینکشف لک حالو، برای که حال اون شخص برای تو منکشف نشده، به احد قواطع این است که یا حجت عقلی باشد مثل یقین، یا بیانه که حجت شرعیه، ولا به حجت نه به احد قواطع ولا به حجت شرعیه یجب قبولها و تهمل و خبر عدل. خب عادل گفته فلانی همچی چیزی گفت، اینو حمله برای بکن که شاید اشتباه کرده، و تهمل و خبر عدل بر امکان تطرق شبهت مجوزه،
شاید یه شبهه‌ای برای پیدا شده که مجوز اخبار بوده ولو مطابق واقع نباشه، این مثلا شاید تقیه کرده، شاید یه جور بالاخره نه به این آدم بدبین باش نه به او بدبین باش. بعد میگه حالا ای که سوء ظن به اشخاص پیدا نکنید، یعنی شک هم در ذهنمون نیاد، احتمال هم نیاد، اینا رو نمیشه بگوید. این تکلیف مالایاتاقه. بالاخره وقتی که انسان یه چیزی شنیده احتمالشو میده، احتمال و اینا اشکال نداره. اونی که هست این است که بنا بیذاری برای که این گفته و ترتیب اثر بده که امر محقق فرضش کنی، و الا صرف شک یا این که یه ذهنی به ذهن انسان یه چیزی میاد، این امر غیر اختیاریه. بالاخره انسان به ذهنش میاد که فلانی مثلا علیه چیزی گفته، اما اینو ترتیب اثر نده و الا بگم از هیچی تو ذهنت نیاد، این نمیشه. میگه ثم مراد به سوء ظن عقد القلب، این که دلتو ببندی به این که بله فلانی علیه من چیزی گفته. عقد القلب و میل نفس دون مجرد خواطر و حدیث نفس. به خاطرم یه چیزی میاد مثل حدیث نفس، این اختیاری نیست اصلا، برای اینکه خاطرات برای انسان همطور میاد، شیطان هم القا میکنه، اما اینو کل واقع حساب نکن و ترتیب اثر نده. بله دون مجرد خواطر و حدیث نفس. بله شک ایزن، شک میکنم نسبت به اوشم، خب این تقریبا این یه چیز غیر اختیاریه. اما فرض کنی که این گفته و ترتیب اثر بده و تا گاو و ماهی بخوای برونی، نه این نباید باشه. میگه بلکه شک ایزن اشکال نداره. ازل منهی و ان در آیات و اخبار انما و ان یظن یا یظن، گفتن ظن سو به کسی نداشته باش. بله سوء ظن نداشته باشید به افراد، نه اینکه اصلا شک هم نکنید، او اختیاری انسان نیست. و ظنه و طرف راجح الموجب لمیل نفس الیه، زن او طرف راجح میگن که نفس میل بهش پیدا کنه، میگه این کارو نکن. حالا ما چه دلیلی داریم بر این که این عقد قلب یا صرفشه؟ میگه ها عقد قلبه باشه معنیش یعنی تو دلت واقعا میگیری که ای بابا این حرف زده دیگه، هم رفتارت با او فرق میکنه، هم اعتقاد نسبت به او عوض میشه. ما میخوایم این نباشه، همینطور که حالا تا حالا با هم رفیق بوده، سلام علیک داشته، به هم دیگه کمک میکرده، بازم بکن. پس اون اعتقاد قلبیت عوض نشه و از اون طرف در مقام عملم با اون مخالفت نکن. منظورمون اینه. میگه که و اماراتی که به واسطه اونها یمتاز العقد، عقد قلب امتیاز پیدا میکنه از مجرد خواطر و حدیث نفس، این است که حالا که یه چیزی به ذهنت اومد و شک کردی، در مقام عمل هم که با هم رفیق بودید عمل بکن، دلتم بد نکن به او. بله هو ان تتغیر قلب منه، قلب تغییر کنید، اما کان من الالف و المحبه، تو محبت و الفت داشتی دلت برگردد به کراهت و نفرت، از اون نفرت پیدا کنی، نه این نکن برای که یقین نداری. ول جواره اما کانت علیه من الافعال، در مقام عمل هم با هم سلام علیک داشتید، هم دیگه دعوت میکردید، هم جلسه بودید، باز هم ادامه بده. ول جواره اما کانت علیه از افعال لازمه در معاشرات، اینا برگردونی به خلافش، اینجور نباید باشه. خب حالا از کجا ما بفهمیم که مراد از این که میگه سوء ظن پیدا نکن یعنی دلت را نبند به این معنا؟ حدیثی فکر میکنه. بله
میگه دلیل بر این که مراد مازوکه یعنی عقد قلب قوله صلی الله علیه و آله ثلاث فی المؤمن لا تحسن، سه خصلت است در مؤمن که خوب نیست و له منهن مخرج، با این که میتونه از این خصلت خارج بشه و گرفتارش نشه. فمخرجه، حالا یکیشو اینجا ذکر نکرده، فمخرج انسان سوء ظن ان لا یحققه، محقق فرض نکن، نه اینکه به ذهنت هم نیاد، شکم نیاد، اما تو ثابت نکن اون امر رو، محقق بدون و ترتیب عرض بده. ان لا یحققه، این که اونو محقق ندونی، ای لا یحقق فی نفسه، در نفس خودش محقق نکنه به عقد، یعنی به اینکه دلشو ببنده، ولا فعل، در مقام عمل یه باش خلق کنی، نه در تقلب و نه در جوار، نه در قلب و نه در جواره، دلت عوض نشد با او، در جواره هم عملت با او فرق نکنه. حالا این حدیث رو بخوایم به آن جلد 72 صفحه 201. خب بالاخره انسان ایشون چون اثبات بشه خبر عدل واحد و حجیتش براش ثابت نیست، عدل واحد هم کالعدم میمونه، نسبت به او آدم نباید سوء ظن پیدا کنیم. البته این عادل هم یه توجیه بکن انشاءالله اجتماع کرده، خدا رحمت کن مرحوم ما چند نفر جمله به ما میگفت که بازی دادن، مثلا فرض بگید ممکنه مثلا خیال میگه بازی دادن طرفون، نه اینکه بگو تو عادل نیستی. بله بالاخره انسان ممکنه یه وقت در زندگی آدمو بازی بدن. و صلی الله علی محمد و آله. خدای خیر دنیا و آخرت روزی ما فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، سوء ظنها و گمانهای بد را از دلهای ما بزدای. خدا به حق محمد و آل محمد ملتمسین دعا، ملتمسات دعا حاجت روا فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما، تعجیل در فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه رو ختم به خیر بفرما.